داستان حضرت یونس و در شکم نهنگ افتادن او. داستان زندگی و مأموریت حضرت یونس که بیشتر به عنوان یونس نبی یا زوالنون نیز شناخته می شود، یکی از داستان‌های قرآنی است که پیام‌های عمیقی از توکل، صبر، استغفار و رحمت الهی را در خود جای داده است. حضرت یونس یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود که خداوند او را برای هدایت مردم شهر نینوا واقع در عراق امروزی برگزید. یونس مأموریت یافت تا مردم نینوا را که در گمراهی و بتپرستی فرو رفته بودند به سوی یکتاپرستی و ایمان به خداوند دعوت کند. اما برخلاف انتظار یونس، مردم نینوا از پذیرش دعوت او خودداری کردند و همچنان به رفتارهای نادرست و بتپرستی خود ادامه دادند. صد عین بی‌اعتنایی و نافرمانی مردم یونس را ناامید و ناراحت کرد. او که از هدایت مردم ناامید شده بود، بدون آنکه منتظر فرمان خداوند بماند شهر نینوا را ترک کرد. این ترک مأموریت و خروج حضرت یونس از میان مردم نینوا یک خطای مهم بود. پیامبران الهی مسئولیت دارند که تا آخرین لحظه با صبر و استقامت در مسیر هدایت مردم کوشا باشند و از رحمت الهی ناامید نشوند. اما یونس با ترک مأموریت خود مرتکب خطای ترک اولی شد که برای پیامبران الهی بسیار مهم تلقی می شود. پس از ترک شهر توسط حضرت یونس، خداوند به مردم نینوا عذابی قریب‌الوقوع را وعده داد. اما مردم نینوا با دیدن این نشانه‌ها به شدت ترسیدند و تصمیم به توبه و بازگشت به سوی خداوند گرفتند. آنها به سوی خدا روی آوردند، بت‌ها را شکستند و به یکتاپرستی ایمان آوردند. خداوند نیز به سبب این توبه واقعی و بازگشت مردم نینوا عذاب را از آنها دور کرد و آنها را مورد رحمت خود قرار داد. در همان حال که مردم نینوا توبه کرده و از عذاب نجات یافتند، یونس از شهر دور شده و به سوی دریا رفته بود. او بر یک کشتی سوار شد. اما به محض ورود به دریا، کشتی با طوفانی سهمگین مواجه شد و مسافران کشتی به قرعه کشی پرداختند تا یک نفر را برای کاستن از بار کشتی به دریا بیندازند. قرعه به نام یونس افتاد و او به دریا انداخته شد. خداوند در این لحظه بزرگترین معجزه زندگی یونس را رقم زد. یک ماهی بزرگ که از جانب خدا مأمور شده بود یونس را بلعید. او در شکم این ماهی به مدت 3 روز یا به روایتی 40 روز در تاریکی کامل و در دل دریا ماند. حضرت یونس که خود را در تاریکی شکم ماهی و در عمق دریا محبوس دید، به اشتباه خود پی برد و به شدت از خداوند طلب مغفرت و نجات کرد. او در دل ماهی این دعای مشهور را زمزمه کرد: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. هیچ معبودی جز تو نیست، پاک و منزه من از ستمکاران بودم. این دعا که به عنوان دعای یونس شناخته می شود، یکی از زیباترین و عمیق‌ترین دعاهای قرآن است که در آن حضرت یونس به گناه خود اعتراف می کند و از خداوند طلب رحمت و نجات می کند. این داستان نشان می دهد که حتی پیامبران الهی نیز ممکن است دچار اشتباه شوند، اما با توبه و بازگشت به سوی خداوند می توانند از رحمت او بهره‌مند شوند. پس با توبه هر گناه ما بخشیده می شود. لطفاً ما را سابسکرایب کنید و از قصه های شیرین پیامبران ما لذت ببرید.